حتما تصاویر شفق‌های مشتری رو دیدید با رنگ بنفش متفاوت و جذاب. جالب براتون بگم زحمت نکشید، این شفق‌ها اصلا قابل دیدن نیستن، وگرنه با یه تلسکوپ ساده‌ای مثل تلسکوپ من وقتی مشتری بزرگ میبینم باید شفق‌هاش هم خیلی بزرگ ببینم. از چرا شفق‌هاشو نمیبینم؟ بذارید براتون کلا شفق رو توضیح بدم خیلی ساده که به خاطر چه عاملی به وجود میاد. شفق‌های روی زمین فقط روی قطبین به وجود میاد، چون قطبین نقاط ضعیف مغناطیسی زمین محسوب میشن و این سوراخ‌های ضعیف مغناطیسی زمین محل ورود ذرات باردار خورشیدی هستند و این ذرات باردار الکتریکی میتونن گاز اتمسفر زمین که اکسیژن و نیتروژن هست رو روشن بکنن، مثل گاز درون لامپ‌های نئون و گاز آرگون که به خاطر بار الکتریکی این گازها روشن میشن. این گازهای اتمسفر زمین هم به خاطر ذرات باردار خورشیدی مثل لامپ روشن میشن. اکسیژن سبز و صورتی و حالا سبز و بنفش و رنگ‌های دیگه، نیتروژن هم آبی و بنفش و صورتی و رنگ‌های دیگه. کاری نداریم. یه لامپ نئون طبیعی بسیار بزرگ توی زمین رو ما بهش میگیم شفق. ولی جالبه براتون بگم اصلاً با چشم غیر مسلح نمیشه شفق‌های مشتری رو دید، چون اصلا جنسشون فرق میکنن. از جنس فرابنفش و اشعه ایکس هن، با چشم غیر مسلح غیر قابل دیدنن. به من بگید چرا؟